با بسته شدن مرز و راه‌ها و افزایش طلبات به موادهای ضد ویروسی، مقامات در تاجیکستان عالمان و صاحبکاران محلی را به تولید چنین محلول‌ها دعوت کرد. موادهای بهداشتی هم مثل نقاب‌های طبی قبلا از خارج به کشور وارد می‌شد. گروهی از عالمان انستیتوت کیمیای تاجیکستان هم در پی این دعوت به استحصال مواد بهداشتی برای جلوگیری از کرونا ویروس و پاکسازی داخل بیناها شروع کردند. این مواد را عالمان آب نقره مینامند. همکاران ما در انستیتوت کیمیا تمام دستگاه‌های ضروری را برای استحصال آب نقره جمع آوری کردند. در حال حاضر به مقدار 200 لیتر در یک روز استحصال می شود. ما می توانیم که استحصالات را بیشتر کنیم. انستیتوت کیمیای تاجیکستان تصمیم دارد روزهای نزدیک محصولات تولیداتی خود را به ده‌ها کارخانه دیگر پیشنهاد کند، مخصوصا به کارخانه‌هایی که به دوختن نقاب‌های طبی شروع کردند. ایون‌های نقره خصوصیت آنتی باکتریالی و آنتی کریبوکی دارند. امید هست که در آن همچنین خاصیت ضد ویروسی هم موجود است. ما توصیه می‌دهیم که نقاب‌های طبی و خلط‌های دختران در آب نقره ترک کرده شوند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان یگان مورد سرایت یابی به کرونا ویروس ثبت نشده است. در کشور کرانتین و یا وضع فوق‌العاده هم اعلان نشده است. ولی پنجشنبه کرونا ویروس در جهان کار بسیاری از شرکت و کارگاه‌های نساجی در تاجیکستان را هم تغییر داد. حالا در کشور همه روزه ده‌ها هزار نقاب‌های طبی تولید می‌شود. اخیراً یک کارخانه نساجی تاجیکستان واقع در ولایت سوخت اعلان کرد که به مقدار 11 میلیون نقاب طبی تولید و به ایتالیا صادر می‌کند. شرکت جوانی با فرمایش شرکت ایتالیایی استحصال می‌شده است و الکی در این باره بین شرکت تاجیکستان و ایتالیا شرطنامه همکاری با مبلغ 11 میلیون یورو به تصویب رسیده است. در مجموع به اطلاع وزارت صنعت 13 کارخانه به تولید نقاب‌های طبی، لباس برای طبیبان و دیگر مواد بهداشتی شروع کردند.